بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان محترم، امروزگی سید الایام مونده درباره فضیلت مومن انسان دیگه انسان را یاردم دادنش. چونکه اسلام مومن یک دوست ما اسلامش با برای یاری دادن، برای انسان حیاتش با یاری دادن، این یک قسم ایمان حساب میشه. برای همین موضوع دا انشاءالله صحبت بکنم. الله تعالی در قرآن کریم میگه که استعاذ بالله و تعاونوا علی البر و التقوا، یعنی ای مسلمان ها یادگارهاتون با تپی نازنده، تپی خدا ترسنده یادم کتاب گفت. این آیت در شرحش مفسران مومن انسان با کدام حالنده دوستش با یاردم دادن واجب میشد، کدام جانده یاردم دادن مستحب سنت میشد، کدام جانده مباح میشد. اینا حالش با بسیار شرح آمدگی. واجب پیشلگی جاش انسان دوستش با کدام حالنده یاردم دادنش واجب میشد. ما دوستم ما یاردم دادن سوخچه گوی مگری اختیاری افته اسم میکنم ده. اختیاری یک عمل افته اسم میکنم. اصلش یک مقام هایی، یک موضوع هایی همون جنده همون دوست ما یا حالش با یاردم ما واجب میشه. اون حال با ما روز قیامت پرسیده میشه. کدام حال هایی؟ و انسان و دوست ما یا جانش با خونش با مالش با تلافت نیامدگی خوفه. همون خوف پیشگیریش با مو یاردم داد. پرسید همون وقتنده مو همون دوست ما یاردمش واجب میشه. برادر علاج نه، هم خیال نکنه اگری منا مولم با هجوم ساز، منا ابروم با هجوم ساز، منا خونم با خوف های. وقتی وقتنده همون دوست ما همون مراجعتش برای ما اجابتش واجب حساب میشه. خوب گفته و این انسان دستی یارم یا دراز نکنم، آن حال روز قیامت ما پرسیده میشه. چرا؟ اصلش تقدیری بعدیونه که از پروردگار اگر انسان عزتمند کرده خواهد عزتمند میکند، اگر انسان اگر به یک خطا شرمنده کردن خواهد شرمنده میکند. همون عزتمند کردنش، همون یک انسان بندش ابروش نگه داشتن پروردگار ما اشاره کردمی، دیمد همون جنده همون مسئولیت گردن نمیموند. برای همین این چیزنده، این حالنده ما دنباسه کردن ما ایمان ضعیف حساب میشه. این حال ما باید بلوشه بگیم. یک هفته پیش سعودی دنیا مفتیهاش جمع شدن. از 100 زیاد دارد مفتیهاش. همه رفتگی مفتیها وضعیت های جهان خلقانگی دردهای پیشکش کردن. امتنده همین چیز را آخرشنده خلاصه کردن که امتنده یک دیگرش به یاردم دادن گفتگی یک تا واجب از سبب براشته شدنش همون تپه انسان ها ده مشقت ها موساست. مانده
زنستی بسیار ساز مانعی بسیار ساز بوده عمومی همچنین پایا خلاصه یکمش اساسش و با دوا مسلمان ها یعنی شما آدم ندامدن از همین سبب همون امت داشتگی این خلاصه ها همین سبب گفته خلاصه کردن اصلش این خلاصه و آمدن آنها خفانگی انسان های از نیکیش اشاره نیست یک تا سنت براشه شدگیش یک تا واجب ترشدگیش با عالم اسلام همه مسلمان خیر گفتگی نیدا کده برآمد سر دوست ما مصیبت بیاد ما بس یک کار اولش داریم همین چیز غم شده بود تاریخنده یک چیز میکنید حس کنید از مکه مدینه و یک چند صحابه از 100 زیاده صحابه خودش مدینه ده 2000 کس زندگی میکرد سوی 200 تا خجلک 100 تا خجلک با پیغمبر ما قطع شده اخفای پیغمبر ما پیش عمومی رفتگی صحابه ها مدینه در نصف احوال برسید از مدینه بسیر رفتن از مکه مدینه سیر رفتن بیرغز جاناشان دیگه چیزشون نبید بعضی‌هاشان عورت‌هاشان بزرگ میپوشتگی عورت پوشتی مدینه و رفتن بودن همون وقتنده مدینه و رفته مدینه ها مهاجرهای قبول کردنش با پروردگار آنها هم مختمش کرده سوره حشر نهم آیت اینجوری میگه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آن انسان ها این مدینه های خصاص پروردگار و اینها ایمانشان کتی بدگه هاشان کتی در بمانه حوله هاشان با بدگه هاشان کتی با بدگه چیزشان کتی و با ایمانشان کتی و این انسان ها رفتگی مهاجر های با محبت کتی قبول کردن یگان تهاشان قلبشان در ذره و انسان ها نارضا نبود و یؤثرون علی انفسهم خودهاشون در کل به دیگه چیزام دیگه انسان ها حد کردن ولا بهم خصاصه و انسان ها محتاج به دیگه وقتندم همون مهاجر ها هوای دادن اولئک هم المفلحون دان تانکی و انسان ها و مهاجر ها نجات یافته انسان ها نجات جنت نجات رضای پروردگار نجات از دوزخ آزادی همون به بدشان پیشکش کرده با هم دیده خداهاشون به جنت واجب کردن همه انسان های پروردگار تا روز قیامت قرآن کریم انده کرده کلشان ذکر شدنش به آیات بسیار کرده بود نجات یافتن راه آسان شبه و انسان ها پروردگار رسید کرد بدگاهشون یاد بدادن و این انسان ها فردا باید شدن علاوه خوش کشته برفتن این انسان ها یک روزه دو روزه مشقت کشیدن بدگاهشون دادگاهشون با جنت پروردگار خداشون واجب کردن نجات یافتگی گفتگی عنوان تا روز قیامت مومن ها مدینه ها گفته میگذارد دماغ مومن انسان ایثارش شرط کن ایثارش خودش همون چیز با حاجتمند باشد هم دیگه حاجتمند به همه چیز رو دیدنش نکن همین چیز همین صفت مدینه گهانده بود به همین صفت مدینه گهانده نجات یافتن اگر همین چیز حیات خود ما بیارم
مشقت ها مثلا خدا نگهدار دا یک 3 سال پیش وبا اومده خیلی مسلمان ها دست فراخ شد، بلکه همون دست فراخ های سببش که پروردگار همون کسلی برداشته است. همین خیلی مصیبت خواه خنک خواه گرم خواه خشکی خواه تری همش از حدش زیادش مصیبت ده. همون مصیبت انده امکانیت میشد است صاحب ایمان با همون جنده یک انسان و یاردم داده خودش قطار مفلحان قطار نجات یافتگی ها کتابت کرده موندن با. از همین خیلی امکانیت ها پروردگار برای آخرت ما برای مثل انصارها تا روز قیامت نجات یافتگی انسان ها گفتگی عنوان صاحبش ماین شاید که برای ما همه چیز نصیب کنید. اصلش یاردم دخیل میشد، یاردم اشکار یاردم مخفی. سوره بقره 271 آیه انده همون اشکارم مخفیم احسان میکنن گفته ورسیان همون آیت شرحش انده مفسران کدام چیز اشکار دادن کدام چیز مخفی دادن همون با از حدیث ها آوردن جواب دادن. کدام احسان اشکار دادن ثوابش بلند، یکمش زکات. زکات داده آدم اشکار تیاد است، صدقه فطر داده آدم اشکار تیاد است، کفارت گناه میدادگی انسان اشکار تیاد نزد است. چونکه این انده یکمش دیگه این انسان ها و همین خیل زکات و صدقه فطر و همون کفارت گناه انسان ها و یادآوری کرده شود دیگه مشابه ترغیب میشن. دیگه میکردگی مسکین ها و خیر ها باید مخفیش ناست. برای آن مسکین دستپوته برای ابروش نگه داشتن پنهانش ناست. پیش جماعت برورده 50,000 دادن همون خوانش برای 10,000 ما بلندتر است. یعنی موندگی احسان های مخفیش معقول تر است. امام طبرانی رسول خدا مدری حدیث روایت میکنن ان الصدقه لا تتبع عن اهلها حال القبر وانما يستدل المؤمن يوم القيامه في ذل صدقته. مؤمن آدم غیر از دنیانگی از بلاها اون احسانهاش غیر از نگه داشتنش دوت دیگه و انسان انده امکاناتش میشته است. یکمش قبر باید آدم نمیساخته است. قبر محسن قبر صدقاتی گر نمیشته است ساقه میشته است. او گوره سزد میگونو گوری احساندار نمیساخته است. یعنی در قبر عذاب نمیکشه سیفته قبلی ازش عذاب دوزخ عذاب می همون صاحب احسان از سبب احسانش بسیارش قبرنده عذاب نمیکشیده است. و دویمش روز قیامت یک روز میشه روز قیامت همون یک روزنده یک روز همون روز قیامت 50 سالی دنیا برابر باشد اگری همون یک روز وای در سایه عرش میشند از سبب همون احسان کردگیش با. یعنی همون روز قیامت انگی ساینده 7 طایفه انسان شنید اگری یک تاش همون صاحب صدقه بوده است. احسان کردگی انسان دمک آن روزنده روزی که به سایه انسان ها از سبب
افتاب نزدیکش میه ها چون جوشه دگری همون هفتایی فه انسان همون تا حساب نجوشته میشنن یک تاشون صاحب احسان اگر کدام انسان صاحب احسان بشد همین اندم از شهدیم هر روز حیاتشنده و انسان هم یک احسان شای هر روزه مونده یک سمم احسان یک آدم به یک بود نون دادنم احسان یک آدم موشه تیله موندنم احسان یک آدم یدرک عجو که دراندنم احسان همه این نغز احسان میشد اگر هر روزه مونده یک تا نغزی باشد دیمک مونده آن روز حسابنده همه به احسان ها گناهکار ها ده افتا مشتگی روزنده مونده سایه عرش میشده است میخواهم می از گرم وزمنش می انسان میجوشتگی درجه گرمنده سایه من شدن خواهیم هر روز حیات مونده یک انسان ملاحظه کردن فراموش نکنید اصلش با وعده رسول خدا قیامان ازش شود اگری احسانگر نمیموند صدقه خود نمیموند بای ها برای زکات هم جوش برود گفته از شهرها میگشتن که من زکاتم و یک صاحبش به تیمو اما زکاتم مجبورتش خلاص گفته شهر به شهر میگشتن همون روزها میبیاد تو هوایا تو عمر ما بدگیشه تو وقت ما غنیمت بدهشه تو فرد و حیم نسمی هر روزه حیات مونده یک تا احسان کردستم احسان گفته فقط کلام پلنه مایده باشدم یک بوده نون باشدم یک تا میوه باشدم هر روزه مونده همین چیز شود سولینگ حدیث انده امام الطبرانی میان این حدیث هم میارن احب الناس الى الله انفعهم للناس انسان هوا کدام انسان منفعتش بسیارتر باشد گری دمک هوا انسان در نزد پروردگار محبوب تر حساب میشده است محبوب پروردگار دمک انسان ها نزدیکترش انسان ها یارده میاده حساب میشده است احب الاعمال الى الله تعالی دخول سرور على قلب المسلم درن عمل خونده هولنگی کورمو مقام خدامای بلند میکردگیش درن کسادای کارها مونده عمل ها مونده پروردگار بسیارتر خرسان میکردگیش قلب مومن با خرسان در ورده بود است مسلمان انسان قلبش به چقدر خرسان میداره کشف عن کربه یکم مسلمان برای قلبش به خرسان در آوردن از وی مشقت برداشتن نکرد سرشنگی غربت ما با دوره مگری دیمه و انسان خرسان کردگی پروردگار خرسان که اسلام شدیم و تقضى علیه دینه وی مسلمان برادر مایا از سرش قرضش خلاص کرده بودن ما بعضی انسان ها قرض به خودت میمونن همون قرض به خودت انسان یک قرض آدم موارد پرا شود دگری غایبانه همون انسان قرضش داده مونو مگری دانم که این چیز که ما پروردگار خرسان کردیم و تطرد عنه جوعا از آن دوست ما گشنگی و تشنگیش بدارم گشنه آدم یافتن کم تشنه آدم یافتن کم لیکن همین خیر گشنه یا تشنه رهنده موندگی یا که یک تعام میخودگی و یا نشنده مبلغ نی هوا انسان همون حالشنده
خرسان کردن مونو مگری دونم که این با پروردگار خرسان کردن که برابر است. پروردگار همه خیلی کردگی انسان همه خیلی انسان خرسان میشه است. أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. رسول میگن که پروردگار بساز که یک مؤمن قلبش با خرسانی در آوردن پروردگار بساز که از مسجد پیغمبران از یک ماه فقط اشته عبادت کردن همه چیز حالش پروردگار محبوب تر است. یک روزنده عمومی نیم ساعت 35 منت پای وقت نماز وقتا می‌رود. یک آدم 30 روز مسجد پیغمبر خداوند 6 روز عبادت کند همه انسان ثوابش یک انسان قلبش به خرسانی در آوردگی ثوابش نمی‌رسد است. demak همین خیل درجه انده قلب انسان به خرسان در آوردن ثواب بلند است. اینجا دا اون مچتگی باید دا تحقیق کردن نه. انسان دیگه انسان با دودگی یاردمش خرساندش در نزد پروردگار همین خیل بلند بودگیش بشوره. ومن كف غضبه ستر الله تعالى عورته. کدام انسان غضبش به صاحب باشد دون که پروردگار و انسان تا روز قیامت عیبش نکشد. اگر ما خدم و یا داشته تونم از خود نبروم پروردگار یک عمر تا روز قیامت ما شرمنده نکردن وعده کسوس. عورت ما کشیده شدنش ما شرمنده شدن ما زود نمیشد دیا. عیب ما کشیده شدنش ما شرمندگی ما می همون شرمندگی همی پشتگی یگانه چیز خدا داشتن مونده است. خدا مویا ذکر کتن مو خدا مویا غضب مویا تسلیم کتن السلام مونده است. غضب مو بیاد عصب مو بیاد اگری که ها و سه ها بسیم کو همون هر گپ ما مویا پروردگار شرمنده کردنش با در نزد انسان ها همه خیل آبرو مویا ریزاندنش با حواجی سبب میشه است. بازم میگن که و من مشى مع اخیه فی حاجته حتی یثبتها ثبت الله تعالی قدمه یوم تزل الاقدام. آن روزی که روز قیامت بسیار در استخدام همه قدم ها راست استادم با مدار نمی کند. آدمو که دلش که اشتگرد دلش که خوره بود از قدمش نبرداشتنش همون روز پوچی که هوا انسان در نمی کرده است حالا نمیشه است. اگر و انسان یک دوستش یک مشکلش که قطع برآمده تو حشد نشود تو هوای حل نشود گشتن بیاد هوا انسان حل گسانی بیاد دگری دونت که به انسان قدمش روز قیامت که همه قدم ها حلوک شدگنده قدم و انسان حلوک نمیشده است. یکون کسبه تو آخرش آدم کدید می اگر تو آخرش آدم که تونه مگری دیمک همه خیل کار همه خیل نعمت برای ما بوده است. آخرین حدیث رسول میگن که المسلم اخو المسلم مسلمان برادر مسلمان است. برای مسلمان آبروش خونش مالش حرام است. حقیقتا ما هم حرام دانستیم یا که فقط حرام همون قرآن آوردگی چیزهای کونش گفتیمو شرک و همون زنای عرق گفتیمو این برادر ما آبروش برای ما حلال شمرسیم یا حلالت طبخ کردمی
عزیزان محترم، عزت مؤمن برای مؤمن هر دائمی خیلی حرام است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره. پروردگارا این سید العیومان دعا میکنیم پروردگار دعا هم اجابت گردانیم، مقصد هم حاصل کنی پروردگارا. یک برادر ما اولم گذشتیان پروردگار همون برادر ما غریق رحمت شایسته جنت کنی. دیگر موندگی انسان ها که بیمار ها هستند همون بیمار ها پروردگار از خزینه غیب شفای کامل دهی. مسجد با آمده جمعه خوانده میگشتگی از سبب بیماری مسجد به آمده انسان ها پروردگار بازم مسجد به جماعت برساندن خاطر توفیق دهی. و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.